به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما استاد خواجه میرف حضور دارند. استاد خوش آمدید میگویم. استاد عزیز، ما امروز میخواهیم با شما اطرافی یک موضوع صحبتی داشته باشیم که واقعا هم این مسئله داغی روز است. راستی به چپ و راست می نگرید، آن را احساس میکنید. به اوضاع جهان می نگرید، آن به خوبی درک می شود که چقدر این حالت به اوضاع جهان تأثیر گذاشته است. متاسفانه تأثیر خوب نیست، تأثیر منفی است. ما امروز از فتنه و فتنه‌گری صحبت میکنیم. خب استاد، در آغاز من میخواستم خود کلمه فتنه چیست و اسلام در این مورد چی گفته است شرح می‌دادید. مرحبا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و رحمت الهی و فرستاده او حضرت محمد علیه الصلاة و السلام. حقیقتا امروز این موضوع داغ روز است. طوری که بیان کردید، اصلا کلمه فتنه این کلمه عربی است. ما طوری که میدانیم کلمه های عربی لغوی معنای لغوی دارند و معنای اصطلاحی دارند و که معنای شرعی دارند. وقتی که ما به معنای لغوی کلمه فتنه می نگریم، علماها فتنه رو سه چیز معنی داد کرده هستند. یکمش همین که الاختبار او ابتلا او امتحان، یعنی فتنه یک امتحان خدا بوده است، یا که یک بالای مردمش یک فرستاده، یک برای بلای الله، یک آفت، یا که یک چیزی اختیار کرده خداوند در معنای لغویش. اما طوری که ما میفهمیم در امروزه مردم ما فتنه گفته یک چند چیزها را استفاده میبرن. یعنی فتنه گفته اغواگری، دروغگویی، خبرکشی، تهمت، همین نمودها را اگر ناحق باشند اینها را فتنه میگویند. ما این فتنه میفهمیم. لیکن حقیقتا طوری که ما با معنای لغوی کلمه فتنه نگاه کردیم که سه معنی دارد. معنی ها فتنه دو خیل میشده است، فتنه دینی و فتنه دنیوی. وقتی که ما با معنای اصطلاحی فتنه نگاه میکنیم که فتنه دو تقسیم میشده است، فتنه دینی، فتنه دنیوی. البته دین مبین اسلام اطراف فتنه در قرآن عظیم شان آیات ها هست و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره فتنه حدیث های بسیاری است. طوری که خداوند جل شأنه در سوره انفال در آیه 25 یعنی بیان میکند، الله سبحانه و تعالی بندگانش از یک چند چیز خودداری کنید، به همون چیزها نزدیکی نکنید گفته عقوبات همون چیز بیان میکند. از جمله همونها یک تاش فتنه است و تقو. این است مادامی که از طرف الله این سخن تأکیداً آمدگی هست، همین دلالت میکند که فتنه یک گناه کبیره است. پروردگار چی میگوید؟ و تقو فتنه، شمایان نگاه میکنید که نزد شما یک فتنه آمده استاده است، خبر فتنه آمد، یا که همون چیز شما مشاهده میکنید، همون چیز علامت هاش پیدا شده هستند، شما حرکت کنید که همون فتنه نخیزد. وقتی که فتنه خیست و این فتنه را خاموش کردنش خیلی دشوار است. طوری که امروز ما گفتید اطراف نگاه میکنیم، همین چیز حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حاضر گفته میگذاریم اطراف این، یا که آیت قرآن که خداوند در این چیز بیان کرده است، این چیز خداوند جل شأنه در قرآن عظیم شان ذکر تطبیق همین آیت ما امروز مشاهده میکنیم. وقتی که ظهورات همین فتنه ها که پیدا شد، طبق همین آیت عمل نکردن آدم ها و تقو فتنه، همین چیز عمل که نکردن، امروز اکثریت ممالک اسلامی خصوصا فتنه از نام دین فتنه یعنی فرا گرفته است. این عمل نکردن به آن همین آیت کریم است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که حدیث صحیح هست، یعنی مؤمن ها را آگاه میکنند، میگویند که یک زمان می آید برای شما یک پیشواهایی که خود از قرآن و حدیث گم میزنند، لیکن اصل هدفشون فتنه است.
خود از نام قرآن و حدیث که میزنن ولیکن وراء ظهورهم ان همون حدیث و آیت میگوند اما کفتشون میپرتن به مانند در یک خورجینی که میپرتاید یک چیزی که نمایان نمیشود گفته میگذاره دیگه خودش به عمل نمیکنند. این معنا همین که یعنی گفتی قرآن میگویند، گفتی حدیث میگویند، مردم جلب میکنند در اطراف خود از نام قرآن و حدیث، اما در اصل آنها فتنه‌گر هستند. این چیز ما امروز مشاهده میکنیم. از برای خاطر همینم دین مبین اسلام یکی از گناه‌های کبیره فتنه و فتنه‌گر مذمت میکند. در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار هم روایت‌های صحیح هست که در زمان پیغمبر خدا هم شخص‌هایی که فتنه‌گر بودن، فتنه میکردن، اطراف هوای‌ها آیات‌ها نازل میشدند. یکی در یک حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از صحابگان جلیلشان عبدالله ابن عمر گاه در زمان پیغمبرم بعضی فتنه ها پیدا میشد. آدم هایی که نو اسلام قبول کردگی بودن شاید که از سبب ندانستن که عادت جاهلیت پیش از اسلام که این در زمان جاهلیت یکی از گناه های کبیره، یکی از عادت های بسیار هم قوی ترین سخت ترین زمان جاهلیت این فتنه‌گری بود. در برابر انسان ها را برده زنده به زنده گور کردن که از این نمی ترسیدن و ها پیش از اسلام این چون از فتنه کردن نمی ترسیدن. وقتی که ها اسلام که قبول کردن مذمت و یا که عقوبات این فتنه نمی دانستن بین صحابگان فتنه می انداختن. حتی بین صحابه ها نابرابری می شد، بین صحابه ها جنجال می شد. در تاریخ بعضی جنجال های مشهور هست که من نزاع بین حضرت معاویه حضرت علی رضی الله عنه که مسلمان ها به دو تقسیم شدن، این را هم فتنه‌گرها که خوارج ها که امروز منهج ویها و منهج کسانی که امروز برآمده به یعنی دولت اسلامی دعوت کرده آدم ها را که میبرن، ان همین منهج اینها با هم دیگر مانند است. ویها هم آمده بعضی هاشون خودشون طرفدار حضرت معاویه، بعضی ها طرفدار حضرت علی گرفته، در من فتنه‌گرها برآمده در مابین مسلمان ها اختلاف که اختلاف سنگین ترین وزنین ترین اختلاف در اسلام هم اختلاف شد. لیکن از سبب با الحمدلله که صحابگان پیغمبر در مابین هاشون شخص های عادل بودن، شخص های بسیار پر تجربه که بودن، از همه طرف پیش را این فتنه را گرفتن با به همین کتی آرام شد. اما نامش در تاریخ ماند و این چنین ما به زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم که دیگر واقعه ها هم کشید. حتی پیغمبر خدا بعد هر یک نماز از فتنه کردن، دچار فتنه شدن، از الله تعالی دعا میپرسیدن: اللهم انی اعوذ بک من الفتنه المسیح الدجال و من فتنه المحیا و الممات. پیغمبر خدا میگفتن که خیلی فتنه مسیح دجال این تاریخ ها معلوم است، این آخر زمان میبراید. این فتنه دیگر علامات ساعت است، علامات قیامت، علامات کلان قیامت که برای برآمدن قیامت یک چند علامات کبرا هست، یکی از علامات هست. لیکن پیغمبر خدا در دوام حدیث گفتن که خداوند از فتنه مرده و زندگان ما را نگاه دار. فتنه زندگان ما میدونیم چی است، اما فتنه مرده چی است؟ یعنی بعضی کسها آثار شخص‌های از دنیا گذشته را با تعویل خود در آورده به سبب هوای‌ها مردم در فتنه می‌اندازند. پیغمبر خدا از این چیزها یعنی پناه می‌طلبیدند. تشکر استاد. واقعا امروزه اوضاعی که در جهان چون که بسیار خوب قید کردید که از نام اسلام بر ضرر اسلام کار کرده شدند و آن همون گروه‌های تروریستی اکستریمیستی که امروز در برخی ممالک کشورهای عرب، کشورهای مسلمانی مسلمان نشین اسلامی امروز خوب البته با یک جا بودن و به هم آمدن کشورهای منطقه و جهان به هر صورت روحی این گویم تشنج و نزاع علاقه پیش گرفته شدند که واقعا هم مردم امروز علاقه گویم سیاه را از سفید فرق کرده خوب شناخته شدند که واقعا هم این فتنه است و واقعا هم نباید به چنین دسیسه ها داده شود. من میخواستم اطراف یک حدیثی از شما پرسیده باشم، جوی خوانده بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که فتنه در حال خواب است و لعنت به کسی که آن را بیدار میکند. این بگویم چی معنا دارد؟ حقیقتا حدیث صحیح است.
در روایت امام ترمذی به سند یعنی صحیح اومده است پیغمبر خدا میگه الفتنه نائمه لعن الله من ایقظها. بسیار یک حدیث مهم است که اگر انسان ها به همین مضمون همین حدیث درک کنند پیش راه یک کسلی یک وبای عصر میگیرند. چطوری که امروز گفته فتنه در مابین انسان ها چطوری که گفتیم هم فتنه دینی هم فتنه دنیوی هر دو نمود فتنه در تمام دنیا فرا گرفته شده است. پیغمبر خدا میگن که یعنی کسی که از خدا نمیترسد و در همه جا از کاری بد یعنی نمیهراسد. از برای خاطر همین هم در همه جا از شخص هایی که خداتر نیستند در ویها شوق و مهربانی و محبت نسبت دین، نسبت وطن، نسبت ملت، نسبت عقیده نیست. از هوایها شما آگاه شوید که در همه جا این چیزا یعنی پیدا کردنش ممکن است. برای مثلا ما با سالهای اگر پیشین نگاه کنیم که یک دولت‌های شام که پیغمبر خدا درباره اهل شام حدیث‌های بسیاری گفته هستند. مثلا درباره سوریه، درباره عراق، حتی از پیغمبر خدا پرسیدن که محشرگاه زمین قیامت در کجا می شود؟ پیغمبر خدا گفتن که در ارض شام، در زمین شام می شود روز قیامت. که این یک بزرگی و عظمت این زمین این مملکت ها را نشان میده. لیکن از سبب به همین حدیث پیغمبر عمل نکرده از آنجا موندن که اهل علم برآمدن لیکن کورکورانه عمل کردن. از سبب کورکورانه عمل کردنشون ان همین فتنه در مابین مسلمان ها پیدا شد. و این چنین در شرح همین حدیث که این حدیث در کتابی که گفتیم در امام ترمذی آمده است، ابن عابدین یکی از علماهای حنفی مذهب در اطراف همین حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که الفتنه نائمه، یعنی فتنه اگر سردار خانه راهبر خانه میگوین، راهبر همون خواجگی، راهبر همون عائله اگر به این حدیث پیغمبر تأمل نکند، عمل نکند، از خود همون خانه فتنه سر می شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اون پدر و مادری که به فرزندان خود از فتنه چی است، از فتنه نگاه داشتن نمی فهمانند و ها یک روز که فتنه می شوند سزاوار همین لعنت می شوند. یعنی لعن الله من ایقظها. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یا که الله سبحانه و تعالی در بعضی جاهای نادر جدا هم کم لعنت میفرستانند. چون که این لعنت بسیار چیزی وزنی. لعنت همین که از رحمت الله منقطع می شود، به نصیب می شود، محروم می شود. در بسیار گناه های کبیره چنین گفتگی نیستن. مثلا لعنت خدا بر زناگارها، لعنت خدا بر دزدها، لعنت خدا بر دیگر گناه های کبیره میکرده که آدم ها نگفتن، اما شخص فتنه‌گر لعنت خدا که چون از سبب فتنه چندین کس ها هلاک می شود. مثلا شخص دزد اگر دزدی کند گناه هست برای خاطر خودش. شخصی که مثلا زناگار هست یا که شخصی که مینوش هست، مینوشید میخورد، اینها گناه کبیره هستند. خوباتشون البته وزنین هست لیکن زیانهاشون برای خودهاشون هست. اما در فتنه یک جماعت یا که در فتنه یک چند گروه ها، یک چند مملکت ها هلاک میشن. از برای خاطر همینم الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی یک درس میدهد نسبت پیشگیری فتنه. یا ایها الذین آمنو، گرچنده که این خطاب و جمیع مؤمن ها که باشد، از آن جمله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند که سبب نزول این آیت سرشوی فتنه بود که خداوند وقتی که این آیت که نازل کرد پیش فتنه در همون وقت گرفته شد. خداوند چی میگوید؟ یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ. فتنه از کیا پیدا می شود؟ پیدا شوی فتنه را خداوند در این آیت کریمه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور میده.
میگوید در برابر پیغمبر گفتند که آیت به پیغمبر نازل شده به همین مومن ها میگوید ای مومن ها شمایان یک وقتی که یک انسانی که و در وی انسان شما بعد شبهه ها را ولی گفتم که به معنای دروغگویی به معنای خبرکشی به معنای یعنی غیبت چیگی به معنای تهمتگر اگر در بعضی آدم ها شما همین چیزها را مشاهده کردگی باشید وقتی که نزد شما یک خبر میبرند شما تز خبر آورده هوای ها را قبول نکنید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ خداوند میگوید کدام وقت قبول کنید فتبینوا هوای آشکار کنید فهمید که شاید که همین فتنه است شاید که همین دروغ است اکنون زیان فتنه را خداوند در دوام آیت میگوید که فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا خداوند میگوید وقتی که یک شما را یک خبر میبیارن همون خبر اگر شما نسنجید و فتنه باشد از سبب نسنجیدن قبول کردن شما در همونجا فتنه پیدا می شود از سبب فتنه چندین کسا هلاک می شوند کثافت بس شما میگوید پشیمان می شوید لیکن پشیمان سودش نیست بله تشکر واقعا فتنه‌گر این نفرایی که واقعا از پی خودشان فقط ظلم و کثافت می‌آورد بنابراین میگوید که یعنی به کثافت او گرفتار شده میگفته خوب استاد تشکر من یک نکته رو میخوام از شما پرسیده باشم در موردی اصلا فتنه رو کی میکند فتنه رو یک نفر انسان آدم با واسطه دستش بیشتر با زبانش یعنی به قول همون یک بیت مشهور است کسانی که پیغام دشمن برند زی دشمن همانو که دشمن ترند یعنی این انتخاب عمل است که او دیده دانسته او میداند که نهایت کارش البته یک جنجال می شود یک بی‌سر و سامانیه می شود در پی وی کثافت وی به باز ده ها صدها هزارها نفری دیگر می رسد خب برای چی انسان دیده و دانسته میداند که مثلا این عملش فتنه است باز به همین کار دست میزند استاد خب برای خاطر این کار سرزنده است یک چند چیز سبب می شود یکمش همین که انسان پیش از به این سوال جواب دادن اینکه از مشایخان اسلام در نزد بازار بصره میگذاشتن که یک چند آدم ها جمع شده بودن از ابراهیم ابن ادهم از همون کس میپرسن که ابراهیم چرا امروز دعاهای ما مستجاب نمی شود و در بعضی مناطق ما فتنه ظهور میکند این سببش از چی است و همین سوال و یک از استاده جواب میدن یکمش همین میگن که سبب پیدا شوی فتنه از آن عبارت است که شمایان الله میشناسید و گفتی الله عمل نمیکنید وقتی که انسان الله را شناخت و گفتی وی که عمل کند که در آیاتی که پیشتر گفتیم که فتنه کردن حرام است فتنه پیدا نمیشه دویمش میگوین شما شیطان میدونید که دشمن شما است لیکن باز شیطان رو پیروی میکنید سبب پیدا شوی فتنه یکم خداوند شناختن و گفتی خداوند عمل نکردن دویمش شیطان خداوند در قرآن ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان دشمن اشدی شما هست شیطان دشمن بودنش میدونید اما پیروی از دشمن میکنید این عامل هایی هستند که انسان ها را یعنی چه میکنن هلاک میکنن و فتنه میبرن و سیومین چیزی که جوابی که همون مشایخ اسلام گفتن که این کس بسیار شخص بزرگ این کس میگن که پدرشون اصلا از افغانستان از بلخ تاجر بودن لیکن وقتی که همراه مادرشون حج میکنن حضرت ابراهیم ابن ادهم در اطراف کعبه تولد میشوند میگن بسیار خصلت هاشون ماننده به حضرت ابراهیم خلیل داشتند از اون جمله بسیار سخن هاشون مؤثر بعضی کسها که از گناه کردن خودداری کردن نمیتوانست نزد همین آمده به همین سوال ها مراجعت میکردن از اون جمله وقتی که این کس از بازار بصره که میگذاشتن مردم بصره شنید همین علامت های پیدایشی فتنه را از همین کس این پرسید این کس گفتن یکمش از خدا شناختن به خدا عمل نکردن دویمش به گفت خدا فرمان خدا را نکردن
یعنی دویمش شیطان میدوند که دشمن است اما با پیروی میکند. سومش قرآن میخونید اما به قرآن عمل نمیکنید. چهارمش دوزخ میدونید، عملهایی که دوزخ میبرد لیکن با همون عملها رو میکنید. میدونید که عملها کدام عملها انسان جنت میبرند اما همون عملها رو نمیکنید. انا همین ها عاملهای میشوند که انسان به فتنه کردن و به فتنه گرایی دعوت میکنن. بله تشکر. و خیلی من راستی تا فرصتی برنامه آماده شدن یک بعضی حدیث ها را ورق زدم و اونجا از روایت مسلم آمده است، گفته شده است که پیامبر گفتند که زمانی فتنه فرا می رسد که از آن کسی در ایمن نیست به جز دعا و از خدا خواستن، مثل که نفری در حالتی غرق شده ایستاده از خدا نجات می پرسد. این چی معنی داره؟ حقیقتا عقوبت فتنه را هم که گیریم چطوری که پیغمبر خدا گفتن به همون عقوبت غرق شدن مانندی دارد. آخر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، خداوند در قرآن پیغمبر توصیف میکند که پیغمبر خدا گرچند که به مانند شما هم که انسان باشند لیکن سخنهای این سخنهای انسانانه نیستند. این وقتی که ما با وحی میکنیم وحی سخن میگوید، اینها همش وحی خداوند هستند. از برای خاطر همینم حقیقتا انسان وقتی که در فتنه که دچار می شود یک چند چیز وی از همون فتنه نجات می‌دهد. یکمش چطوری گفتن دعا، دویمش همین که صبر. در دیگر حدیث آمده است که از پیغمبر خدا پرسیدن که در یک فتنه دچار شدیم اکنون نجات از فتنه چی است؟ همین حدیثی که شما بیان کردید که امام مسلم روایت میکنن که یعنی بعد از امام بخاری امیرالمؤمنین فی علم الحدیث همین امام مسلم هستند. وقتی که امامین میگویند یکتاشون بخاری هستند یکتاشون کی هستند؟ امام مسلم هستند. یعنی همین کس حدیثی روایت کرده که همین کس است. دیگر در دیگر حدیث پیغمبر خدا رو گفتن که نجات از فتنه چی است؟ گفتن که نجات از فتنه دعا هست و نجات از فتنه این صبر است. و مضمون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای نجات از فتنه عامل‌های انسان‌ها را نجات دادن از فتنه است. بله تشکر زیاد استاد. خب فتنه از زبان بیشتر عمل انسان که با واسطه زبانش یک سخن به سخن دیگر میگوید و چون که شما بسیار خوب گفتید که اگر آن سخن از جانب شنونده سنجیده نشود حتما و فتنه است و به عقوبت گرفتار می شود. البته این گفتی خدا است. آیت کریمه در سوره حجرات خداوند این سوره رو بیان میکنه. بله تشکر. خب استاد پس چگونه ما توانیم که واقعا در این یک زمانی زندگی میکنیم که بسیار دشوار اینقدر مثلا واسطه اخبار عام بسیار چی گوییم مثلا حتی گوییم من امروزه شبکه‌های اجتماعی اینترنت اونجا خبرها به قول هم راست هست هم دروغ هست و مثلا سره را از ناسره جدا کردن فتنه را از سخن راست جدا کردن بسیار دشوار است. پس چگونه عمل باید کرد که واقعا هم در این واقعا بحری به ناپیدا کناری گوییم اطلاعات گم نشیم و واقعا هم توانیم که مثلا هم خودم رو نگاه داریم و هم جامعه را. البته برای خاطر پیشگیری کردن یعنی فتنه علماهای اسلام یک چند چیزها رو البته بیان میکنن. از جمله همون چیزها یکمش چطوری که گفتیم این صبر است. صبر است. وقتی که انسان یک خبر میشنود همون خبر تیز عاجلا قبول نکند. اگر داند که همون خبر می آوردگی آدم آورد خبره گرچند که همون خبر شاید که خبری درست هم که باشد اما خبر بیارنده که آدم مجهول است در این فرصت صبر کند تا که همون خبر رو از دیگرها نپرسد. چطوری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که الصبر مفتاح الفرح، صبر کلید خرسندی است. یا که خداوند در قرآن آیات‌های کریمه دیگر بسیار درباره صابرها یعنی انسان‌های صابر خداوند یعنی توصیف میکند. یکم چی بوده است؟ یعنی البته صبر کردن است. دومش این هم باشد یعنی زبان را از بسیار سخن گفتن نگاه داشتن است. از سکوت و ذهب ولو کان الکلام فضة. در همین باره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند که صاحب مذهب ما که وقتی که میدانید که شما در اطراف فتنه بسیار هست شما دانید که از فتنه نجات میابید
با فکر خودتون از با واسطه سخنتون اگر شما هم نقره میافتنگی باشد، اما سکوت کردن شما در زمان فتنه این از طلا هم قیمت است. یکمش صبر کردنش، دویمش این نگاه داشتن زبان است، البته سومش العفو و الصفاح. یعنی شاید که در حق شما یکون کسی اون کمبودی کرده است. مثلا بعضی جوان ها عصبی نفهمیدن برآمده شما رو تهمت کردن یا که بعضی چیزهای فتنه آورده، لیکن همون انسان ها توبه کردن، توبه هوای ها رو قبول کرده، همون ها رو بخشیدن است. این هم یکی از سبب‌های پیشگیری چی از فتنه است. چهارمش التمسک بالکتاب و سنت. چهارمین سبب یا که وسیله ای که انسان ها را از فتنه کردن نجات می‌دهد، این مستحکم داشتن قرآن، مستحکم داشتن حدیث، مستحکم داشتن مذهب. وقتی این چیزها رو که انسان می‌دارد، چطوری گفتیم ما فتنه در فتنه دینی هم هست. در بعضی عبادت ها از سبب پیروی نکردن قرآن و حدیث و مذهب اینها سبب فتنه میشن. مثلا در باره خواندن ترتیب نماز بعضی کسا، اما وقتی که ما با قرآن و حدیث و با پیشوای مذهبی خود نگاه میکنیم ان شاء الله فتنه نمیشود، چون که مذهب ما اصلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اساسشون در همون از قرآن و حدیث گرفته هستند. برای خاطر همینم این 4 عامل هایی هستند که ان شاء الله برای پیشگیری کردن فتنه یعنی مساعدت میکنن. تشکر زیاد استاد. تشکر برای شرح این موضوع. راستی یک سببی اونی که ما این موضوع رو انتخاب کردیم به سبب نبود، چون بیننده های عزیز ارجمند ما از تعلیمات دینی مبین اسلام نیز در این مورد بهره‌ور و باخبر باشند، چون ما گفتیم که در یک محیط زندگی می‌کنیم، در یک فضای زندگی می‌کنیم، در یک جهان زندگی می‌کنیم که واقعا بسیار پرتضاد است و تنها نفری که بسیار خوب استاد قید کردن که از این گیرودار و از مشکلات این تضادهای زندگی ایمی میماند، نفری که واقعا هم زبان خود را نگاه می‌دارد و هم صبر کرده میتواند. استاد عزیز برای اشتراکتان به شما تشکر میگویم. تا برنامه‌های نوبتی بیننده‌های ارجمند خیر، خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید.